به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام همدیاران عزیز و آموزندگان گرامی قدر. درسی چهارم است از سلسله درس های رایانه برای نوآموزان یا کامپیوتر برای نوآموزان. در درس گذشته ما قسم‌های اساسی کامپیوتر را به شما گفته گذاشتیم. اینها هستند قسم‌های اساسی کامپیوتر و اینچنین با کامپیوترهای فردی چنین تجهیزات‌ها می توانند علاوه شوند، مثل چاپگر یعنی پرینتر به زبان روسی و انگلیسی نیز پرینتر، پویشگر یا اسکنر به زبان روسی و انگلیسی اسکنر، به زبان عربی طباعه و این به زبان عربی مسح الضوئی و صدابردار. اینها قسم‌های هستند که قسم‌های علاوه‌ای هستند، یعنی به اینها رایانه ما یا کامپیوتر ما کار میکنند، لیکن اینها اگر باشند باز بهتر است، یعنی باز یعنی چیزهای علاوه‌ای هستند. صدابردار یعنی همون دینامیک، فکر میکنم به زبان روسی دینامیک میشود، به زبان عربی سماع و به زبان انگلیسی سپیکر. و قسم چهارم مودم این جهاز است که اصلا این چیزها را در بالا نگفتیم، معذرت زیاد. چاپگر یعنی آن معلوماتی که در داخل کامپیوتر هست برای ما چاپ می نماید و بیرون می برد در ورق، در کاغذ. و شکل های کاغذ ها هر خیل هستند، A4 و همین قدرش کفایه است، یعنی با تفصیلات نمی‌داریم چون گفتیم درس ها برای نورسان و نوآموزان هستند. این جهازی چاپ کننده است یا چاپگر است، یعنی چاپ می‌نماید آن معلوماتی را که ما در برنامه وورد و در برنامه اکسل، در برنامه اکسس، در برنامه پاورپوینت نوشته نموده ایم و در ورق برای ما چاپ میکند میدهد. این برنامه آن معلوماتی را که ما در بیرون داریم میخواهیم به داخل کامپیوتر جا نماییم، این برنامه برای ما خدمت مینماید، مثل رسم ها را داخل کردن یا یک کتاب را به داخل کامپیوتر وارد کردن، از طریق همین برنامه اجرا می شود. و این صدابردار از داخل کامپیوتر برای ما آواز را به بیرون می برآورد. و این مودم گاه انا این شکلش چند کامپیوتر رو با هم وصل می نماید، یعنی گاه در اینترنت کافه ها می شود از همین مودم استفاده میکنند به همین نمود تخمینا که از یک کامپیوتر چند کامپیوتر دیگر رو اداره میکنند. و این نمود مودم برای اینترنت هست، یعنی اینترنت می شود اینترنت سیمی، یعنی از طریق سیم استفاده میکنیم و اینترنت می شود از طریق مودم، یعنی سیم کارت میخریم و از طریق مودم اینترنت استفاده میکنیم. یعنی اینها بودند قسم های علاوه‌ای با کامپیوترهای فردی ما و شما. خب این درس فکر میکنم کفایه است و باز در درس های آینده باز دوام میدهیم و تو درس های آینده خدا نگهداری شما بود. از یک شما خواهش فکر و ملاحظه های خود را در زیر شرح نویسید و آنها را ما به صبرانه انتظاریم و میخوانیم و پیشنهادات و خواهشات شما را به نظر میگیریم. خدا حافظ.